و دلفریب به افغانستان داده میشه. تک تک این عزیزان تا آخرین قطره عرقشان رو ریختن تا این جام و این افتخار برای ما به دست بیایه. یک جامی بزرگ و یک افتخاری ارزشمند برای افغانستان بزرگ. زنده باد افغانستان و پیروز باد شیران خراسان با این نتیجه بی‌نظیری که کسب کردند. قهرمانی نوش جان و گوارای وجود همه ملت افغانستان. شیر مادر همه بچه های تیم ملی نوجوانان. مدیون زحمات و تلاش و عرق ریزی این عزیزان هستیم. این قهرمانی و این عملکرد فوق‌العاده را خدا را هزاران مرتبه شکر که این لحظات پر افتخار را با هم تجربه می‌کنیم. رقص شادی، پایکوبی سرور و افتخار در تاجیکستان از سوی شیران نوجوان خراسان. و مدال هایی که دریافت شده. حالا کادر فنی ما الیاس منوچهر که زحمت زیادی برای این تیم کشید، لایق تقدیر و ستایش هست الیاس منوچهر. همه اعضای کادر فنی، سلیمان سلیمی، حمیدالله یوسفزی، سمیر همایونی، توفیق الهی فلاح، پزشک محترم تیم ملی ما، عکاس تیم ملی ما، همه لایق ستایش هستند. لحظه است که همه اختلافات رو با هم کنار میگذاریم و به افتخار افغانستان بزرگ متحد میشویم. منتظر جام قهرمانی هستیم که داده بشه به حامد امیری و جام قهرمانی به حامد امیری و تیم ملی افغانستان میرسه. افغانستان قهرمان جام مرکز آسیا میشه در رده سنی نوجوانان غیور افغانستان بر بام مرکز آسیا میستند. در رقابت‌های کاف زیر 17 سال این شیران خراسان هست که جام قهرمانی را بالای سر میبره. تک تک عزیزان در این جشن اشتراک می‌ورزند و الیاس منوچهر که سراپا شادی هست از اینکه این افتخار را برای ما کسب کرده، این جام مهم و با ارزش را برای افغانستان. خدا را شکر و هزاران مرتبه شکر